ای رایدر، تو رو خدا نگاش کن رایدر. آره سی جی. ببینم سی جی، من چرا نتونستم دوره دبیرستانو تموم کنم؟ به خاطر اینکه از نوجوانی داشتی مواد میفروختی. نه این نیست. به خاطر اینکه سر اون معلمه گذاشتی. نه اینم نیست. به خاطر اینکه من برای مدرسه خیلی باهوشم. من کارم درسته. من یه نابغه‌ام. اوه آره. کی تفنگ بیشتری داره؟ کی از همه وضعش بهتره ها؟ هرکی تفنگ بیشتری داره. چه میدونم. ارتش رفیق، ارتش. آره. بیا یه دم بگی. ببرشون ور، من نمیخوام. یالا پسر ست حال. اینجوری تو هر دوتا اونو میکشی. رایدر کجا داریم میریم؟ بارنداز اقیانوس. چجوری باید اون ونو بگیریم؟ وقتی من اومدم تو اون بیرون نبود. بچه محل من الوی یه نینجای واقعیه، خیلی قابل اعتماده. برعکس شما عوضی ها. بهش یکم فرصت بده. اون موقع برادر کوچیکم از دست دادم، حالا هم مادرم. فرق نمیکنه که تو شهر چه اتفاقی برات بیفته، تو باید کنار بچه محلات بمونی. آره فکر کنم. اینجا خودشه، انبار گارد ملی. این لعنتی خیلی جدی به نظر میاد. دنبال اینیم؟ اونا گارد ملی هن، یه مش سرباز. بچه های گروه استریت لنگه ندارن. برو اون دروازه رو واکن. کارت عالی بود سیجی، ماموریت خطرناکی بود. اگه میخوای من ازت ایراد بگیرم بگو. اوکی رسیدیم. تکون بخور رایدر. من مراقب اوضاع هستم، تو برو صندوقا رو بیار. خب رفیق، بیا ترتیب این کارو بدیم. لعنتی سی جی، لعنتی. اونا صندوقای بیشتری رو بیرون دارن. سربازا خیلی زیادن.
آتش پشتیبانی. فکر کردی باید شوخی دارم؟ زنده باد چی هستن؟ کارل دیگه کافیه. گارد ملی لعنتی. بیا سی جی بسمونه. سی جی بپر بالا، از اینجا میریم بیرون. درشو گرم کنین. بس که جمعه بشی ها؟ اونا تو ویلوفیلد گاراژ دارن. برو لعنتی، این احمقا ول نمیکنن. اون پشت چه خبره؟ سربازای نیمه وقت نشون پلیسی دارن. شعر قشنگیه. هی ما خیلی سنگینیم، چند تا جعبه بنداز پایین. گوش کن، بوق بزن تا یه صندوق پرت کنم پایین. من دیگه با تو نمیگردم تا اون آب و روزی حل نشی. سر به سر مادرت میذاره. هرچی تو بگی همه. تو چه میدونی چه خبره؟ معنیش چیه؟ من به مزخرفای تو دیگه گوش نمیدم. ما تفنگا رو گرفتیم. تو گنگستر نیستی رفیق. میخوای آسون باشه دنبال دردسر نمیگردی. تو واقعیت رو نمیفهمی اگه اون بیاده بزنه تو گوشت رفیق. چیکار میتونی بکنی اگه اول اون تو رو بزنه؟ من صدا تو نمیشنوم کار. چقدر سخت بود. اون یه آشغال بود. تو گفتی که با مایی ولی همش داری قور میزنی.